مردم تاجیک ارزو را آماده می کنند بخصوص برای عیدهای رمضان، عید قربان و همچنین برای توی و معرکه ها برای بو برآوردن و اونا به دیگران تقسیم کردن. در تاجیکستان پیش از عید ارزو تیار می کردند، بسیاری ها ارزوق می گویند و همین ارزوق بعد به خانه های همسایه می بردند و تقسیم می کردند، یا اینکه با آدمانی که به عیدگردک می اومدن در لاله هاشون گفتی مردمی تاجیک چرت می پرداختند. من این ارزوها در این شکل هستند و بعد بریان می شوند و بعد برای مهمان ها پیشنهاد می شوند. بسم الله الرحمن الرحیم. الکی بوی ارزو برآمد. چند وقت پیش من در یک شام بین المللی اشتراک کردم و ما ارزو پخته بردیم. من به اونا گفته بودم که همین ارزو یکی از غذاهای تاجیکی است که هدفش هم خیر کردن است، چون که مردم تاجیک ارزو را تیار میکنند و اونا بعداً به آدما خیر میکنند که همون ثوابش به گذشته ها رسد و همچنین به قول در روز عید بوی میبرند.